بشه درود عرض احترام و هموطنای عزیز. راستی راه دادم دیگر نام شم ننوشتم، همین تا چه بار داشتم همین لایف گریوم کردم یک چرا گفتم کمی صحبت کنیم خطی هموطنان. به هر حال اون مغز سری هموطنای ما بعضیش بگیم بسیار یک یخ بستگی است. کرخ باید اون مغزمو همون کرخ تا یخواره را باید آستا او کنیم، یعنی باید بفهمونیم و دیگر جوان ها دیگر برادر ما باید در این چیزا بگیم که یعنی نسل نو هم از این چیزا منفیت بره. درباره نام ها گفته بودیم، نام های که امام علی رحمان یا و نمیدونم کریموف زمان خودش، یعنی جنگ با این یا با دیگر ملت ها اقلیت های کم در کشور خودش و کوشش میکرد یا نمیدونم این تنها همون گم کردن تاریخ میشود. کوشش میکنه که اگر اون تاریخ از خودش قیمت تر باشه، کلان تر باشه، اقلیتش کم باشه، او را گم میکنه، تیزتر هم تاریخ نابود میکنه. یعنی هم خیلی یک فینتی نو است. این کار را بگیم که خیلی در ازبکستان هم کریموف کردن ایشون داد، از بس که بگیم خیلی یک مردمی سمرقند بخورو خیلی یک تاریخ فارسی ها نام گرفتگی هستن، بعدا و خودشون هم چه تاجیک نامیدن، اما خیلی یک تاریخ بزرگ داره. خلاص در باره نام ها یگان ملت پورا نامگذاری نام خچه نداره. از اونجا یگان ملت، نه قلق، نه تاجیک، نه ازبک، نه قزاق، نه قرغیز، نه امریکانس، نه فرانسوز، نه بگیم در جهان یگان ملت نیست این نامگذاری پورا از خودش داشته باشه یا اینکه در همون منطقه پورا یک خودش زندگی کرده باشه، بغیر از خودش دیگر در اونجا کسی نبود. گفتنی بگیم که معنا را نشان بده به مردم. این کارهای این انسان هایی که بگیم این کارها را میکنه یک مقصد دارن. مقصد اونها بگیم آینده اغوا انداخته بتونن در بین انسان های ما بدیم ایجاد فقط قدیم ترین مایم ایو نیستن، دیگر ها نیستن و غیره. خب یا مثال گیریم، من قطیم نگرفتم برای که میخرم بسیار همون قروت. تاجیکی را چی میگه؟ همه قروت چی میگه تاجیک؟ مردم فارس، تاجیک، حتی که افغان، حتی که پشتو، فرق نداره چی نام میبره؟ قروت. قروت یعنی که با تاجیکیش قاقق میشه. قاقق قاقق اینه که نه وقتی تلفن شسوس کرد من در زنگ میزنم. قروت قاقق میشه، یعنی همون چکر قاقش او را قروت میگن. این از کلمه بگیم که ترکی گرفته شدگی است، یعنی اگر کلمه بندی کنید. خب چلو، اوتا امروز در تاجیکستان واسه استفاده میبرین. چرا پدر نمیگه؟ اوتا میگه. اوچا در تاجیکستان واسه استفاده میبره. آیا این کلمه اوتا و اوچا کلمه فارسی است و فارسی پدر مادر میشه، نه اوتا اوچا. ماما، بابا کلمه فارسی هستن اینا کدامیش؟ یعنی که این همون انسان هایی که میخواه این چیزها را بیشتر رشد بده
که ای از ما هست، اینش از ما هست، فلانیش از ما هست، دیگریش از ما هست، نه ای از ما هست، نه نهیش از ما هست. باید اول کلان لغت های بگیم که درست اختیار کنیم، یعنی لغت های فارسی و درست. تو امروز کارتوشکا میگن، کارتوشکا این کلمه روسی است، لغت یعنی که سخن روسی است. تو امروز چرا استفاده میبری؟ یک چیزهایی را که دعوا میکنن، یعنی مردم گیج میکنن. در اینجا من گفتنی نیستم که خلق در این چیز عیب داره. خلق هزار ساله ها اوتا گفت، اوچا گفت، یگان مشکلی نداشت که اوتا اوچا این کلمه بگیم که ترکی است. یعنی کدام قبیله ترک در منصوب است، ترکی هم بین خودشون قبیله هاشون بگیم که جدا میشه و همون کلمه پدر مادر، یعنی که این چیز است. اما کدامش دست، یعنی که کدام زمان است. البته ایره تاریخ ها را بکوبی میوی که فلانی پدرش چی میگفت، مادرش چی میگفت میساد. اما ببینید خصوصا مردم ختلون و بگیم که توبه مرکز، دوشنبه، پایتخت، اطراف، همه اینو کلمه اوتا و چه استفاده میبرن. فقط مردم خوجند دادا بوا استفاده میبرن. این هم بگیم دادا و بوا، این هم بگیم لغت ترکی است، نه بگیم که فارسی. از کلمه دادا گرفته شده است. دادا بواش این هم یفتن در کور از کدام کلمه است. شاید فارسی باشه بواش. یعنی که امروز میخواهن بگیم یک چند بانام حکومت دارو بین مردم عادی اغوا بدوزن، بین این حد حرکتاشون. بله، پدر معلم فیزیکتورا بودگی است در جوانیش. معلم ادبیات نه، اما من خودم بسیار تاریخ میکنم، در تاریخ ذوق دارم. از تاریخ بگیم که کلمه ها، لغت ها، از این چیزا بگیم با خبر هستیم. ببینید زمانی که بگیم یعنی تقدیری همون آسیای میانه بگیم امروزه، یا که نمیدونم مردم فارس و ترکی همون سرزمین بگیم، باز این ایج اگر بیم اروپا بسیار یکدیگرش قطعی، دولت ها یکدیگر قطعی بسیار ارالش هستن، یعنی همون لغت ها و غیره ها اراله دارن. سبب چی؟ سبب اینو را همشون همون هیستوریاشون پچکی یک خیل است. بعضی هاش ایمپریا داشتن، بعضی ها زیر ایمپریا بودن. یعنی خیلی آسیای میانه ما از بعضی ها ایمپریا بودن، بعضی ها زیر ایمپریا شدن، باز بعضی ها ایمپریا شدن، ایمپریا زیر ایمپریا شدن. یعنی این عادی ترین چیز است. در اینجا ما هزارها این نمود لغت ها را میتونیم بیاریم که فارسی است که ترک‌ها استفاده میبرن و هزارها لغت دیگر میتونیم بیاریم که ترکی است و فارسی استفاده میبرن. یعنی بین اینا تقسیماتی بگیم که بیا این ایش از من است، ایش است، این ایش است، این ایش از من است، نیست. یا افترس که پروا نداره لغت ها، مثل موسیقی، برای اینکه نه موسیقی من است، اینا دیگر ارتیست خواندن ده حق نداره، استفاده بردن ده حق نداره. لغت افترس که پروا نداره. اما از کی است؟ از این است، این هم استفاده میبره. اما وقتی که سرزمین یک منطقه ها با همون تاریخ خودش نامایی که نداره، یعنی نامی نمیدونم ترکی باشه یا فارسی باشه، فرق نداره. یعنی که یک ما دو تقسیم میکنیم، نمیگیم تاجیکی و ازبکی، بلکه ترکی و فارسی میگیم، برای اینکه ترکی کشی در کل ترک و ترک زبان ها داخل داره، فارسی کشی دیگه در کل فارس زبان ها داخل داره.
برای اون که زمانی که بگیم اون نام‌های اون خانهایی که استفاده بدن نام تاجیک وجود نداشت. مثال میگیریم فارسا بدن، سعودیا بدن، مثال میگیریم امروزه میگیم که پامیر میگیم پامیریا اینا بدن، یعنی اینا فارسی ها بدن، فارس زبان ها بدن. گرچند اینو شاخه های لغت های بگیم که اینا امروز بگیم ترکو میگن، لغت هایی که بگیم خزاق، قطی، قرغیز، ازبک اصلا هر چون بشنونی نمیفهمن یک دیگر. مثال ده عادی بگیریم یا که ترک قطعی بگیم یک انسان دیگر بشنونی نمیفهمه یک چیز دیگر اگر نشنویده باشه و را ناموخته باشه. عادی ترین از یک قشلاق ترک بگی بیا یک قشلاق ازبک یا قزاق بگی بیار بشنونش یک دیگر قطعی بزنن وابشه نمیفهمن یک دیگر. همچنان بگیم که یعنی نام تاجیک نبود او به یک همون تاریخ ها بیم نام ازبک خان در زلطای ارده خدچه ازبک خان یعنی خدم بیگ خانای هم گفتگی نامش هم دیگر چیز است و خودش ده تیتول دادگی است. این تیتول است، تیتول ما خدم خانه بیگای هم گفتگی همون تیتول گرفتگی انسان است. از همین تیتول نامی ملت ساختن امروز. به هر حال نمیدونم از کدوم تیتول نامی تاجیک ساختن، یکی از تیتولی که من خودم خونی میگن که در همون کینوها هم اگر ببینیم یا که در چیو هم ببینیم ای شاهنشاه گفتگی تیتول است. خانی خانها özüm یعنی خودم بیگی خانهایم، یعنی بالاترین از این خانهایم بیگا هستم. منوش ای شاهی شاهان نپرت اختنای بلو بلو همه خیلی بگیم یک تیتول است. نامی اصلی خودش دیگر است، اصلا دیگر نام داره، اما اون تیتوله برای خودش گرفته امروز نام ملت کردگی هستند. باشه هیچ گپ نداره. یعنی این نام ها بگیم که وجود نداشت. ترکی ها و نمیدونم سرد ها دیگر یک نام ها وجود داشت. همگی اهالی بگیم که همون از فارس و ترک اگر جمع میکردی 10 میلیون اهالی بود. 10 میلیون تو با نزدیکی را قدر زیاد نبود. نه همون بگیم که SSSR رو اومده باید کمی زیاد چیدن اثر کردن برای اون که آدم و دول گمر نمیدیدن. ما دنیا را دوام میکنیم مدیسین از ما است، نه که خودمون نخری نبودیم. برای اون که همون بیچاره از تولد میشدن عزیز عادی ترین گریپ دم مردن میرفتن کودکان. اصاب اینا اگر تاریخ همون نگاه کنیم اکثر کودکایی که در تیرماه و زمستان در تولد میشدن به تابستان نمیرسیدن. برای همون بیشتر تابستان بهار و تابستان تولد شدگی کودکا زنده میماندن، یعنی بالی مینی شرایطی اگر هیستوریای اوجا را بخونین وخرینت کدام میپرتوین. اگر اصل همون تاریخ ها پیدا کنین از دیگر جای ها پیدا کنین وخرینت میکنین که کودکایی که بگیم که مثال 100 تا بگیم اگر در زمستان تولد میشید از همون 6 تا یا 8 تاش زنده میموندن، یعنی اکثرش میموندن. شرایط دود در داخل خانه اما کپادا زندگی میکردن، دود پیچکا عموما نبودن اسلوبیا لوبوی کسالی در کودک میمرد، یعنی که بیشتر میمرد. بیشتر основной زنده میموندگی همون بگیم گرمی در تولد شدگی انسان. یعنی که این مشکلی ها را ما یاد داشتیم. ولی برای همون خیلی اهالی تاجیکستان کم بود. این خیلی بچه هم هستند که مثال اصلا نه عقل دارن نه مدنیت دارن، کوشش میکنن به یک کلمه تحقیق خاکی تاریخ خر هست که دیگه چیکار میکنیم. یعنی اثبات دلیل قطعی مثال منبع قطعی صحبت کردن نیست.
مثل حیوان وری هستم تا متروی حیوانیش نشون میده هر کدایی نمیفهمی یارا هست متاسفانه تا امروز تاثیر همون بگیم که جنگلی بدگیم اون هست که زمانهای جنگلی بدیم تا حاضر داریم همون تاثیرش نمیخیلی امروز هم ممالی را همون کوشش کرده ایستاده است که مردم با جنگلی بره یعنی که هم خیلی فقط ایمو دشمنی ما همین مردم هم بگیم بین یک دیگرش دشمن کنه و به حضور بگیم خودش دزدیده میلیارد کمر کیلو و آب و آهن و همه چیز از بزنن سودا دا زواد فیرما رو دیخ کنن بگردن قطعی اولادش این مردم گشنه خودش دو مردیکور با یک دیگری شیشتگی در روسیه یا در دیگر جا دو غلام با یک دیگری سپور میکنند توران از ما است توران از ما است هر دو غلام نخی چی است باشه توران چی از دیگری باشه هر دو غلامه چی سپور میکنین از ما گفته من ایران هستم یا که میشینند کس دو تا غلام شیشتگی میگه ابو علی ابن سینا از ما بود دیگری غلام شیشتگی میگه ابو علی ابن سینا از ما چی فایده داره هر دو غلامه با شما چی فایده داره بدنی ابو علی ابن سینا است بدنی نمیدونم توران است بدنی فلان چیز است بدنی نهی است تاریخی تو بدنش چی فایده به تو آورد از اون تاریخ چی گرفتی دو تا غلام میشینن سپور میکنند بعضن حالت هم که سپورو را دیده من اقرینید میکنم هر دوشان در زندگیش یکان کتاب خوندگی نیست ایش هم نقلی چند انسان شنویدگی است چند همون بابای رنگ خودش بگیم که باشه ما رفتم دارم این رفتم که گریدم که همون خنده را آمدم که همون دیدم گیتلر همون نمیشه بدست گفتم با تمندن ها گفتم دست تا بالا که گفتم که بیدم آوردم از همه تا دیگر اما آوردم دیگر مرا گفتن که تو بهترین با هستم من گفتم با برم با 10 تا دیگر میگیره میام روش هستی ها میکنه یکان جا رفتگی نیست این همه خیلی بابامون دروغ گوکا ایتاری بابای فلسفی سازکای ما زیاد است من حاضرم هم خیلی آبلواهی ما دورم که نام ترکن نام دروغ هست همش من یکی پوف هستن پروستا خراپالی میگن که خراپالی این ما خیلی خراپو را که ابسالود نه معلمی تاری خراپ مگر در خراپ زنی بیویه انا دابد مادر نبود خلاص قصه کوتاه میگیریم دوستای عزیزم این هم خیلی بگیم که احمق ها این هم خیلی انسان ها یا که دو تا غلامی که بگیم هر دی مردی کار هستن در روسیه بگیم هر دی مردی کار هستن بیچاره نیکی میشینن در باره تاریخ صحبت میکنن هر دیشم یگان منبع تاریخ خوندگی نیستن اگر هرچه سوال بتی از کدام منبع صحبت داره شما هرچه هم نمیدونم هرچه یعنی که این مسئله بگیم که توپوی سپوری توپوی که سپور کردن این همون ستیلی بگیم همون کوچگی همون بیعقلانه است که منبع ندارن نقل قطعی صحبت میکنن نقل امروز این هم مسلمانوی ما بگیم که همون خیلی در همین چیز هم میدروین بعضن چیزایی که من چاپ میکنم حضور زیاد افتاب برامده که مجبور امون نمیره بعضن چیزایی که من اگر چاپ کنم پدیلیت کنم به خاطر پدیلیت کردن بعضی منطقی همون را یافتن است من در مثال در اونجا نه تحقیر نوشتگیم نه تنقید کردگیم پروس پدیلیت میکنم میخوام منطقش صبح توپوی میبروید در اونجا صبح توپوی میبروید هم تا اگر برای زندگیش ببینی خیچه نشون نمیده هم تا برای ببینی اگر زندگیش نسم هم دلی بگیم که در زندگیش یگان کتاب یا خوندن نوشتن از این چیزا ابسولوت نه دور است عموما نمود بگیم که یگان بار در زندگیش یه بار کتاب قرآن هوی کردگی انسان نیست میدرویه برای من از اسلام درس میتاده مثل دینی درس میتاده خداوندی تا گفته از کجا گرفتی را خب یا که بعضی چیزای تاریخ دینی را اگر چاپ کنم یعنی دین دیگر است تاریخ دین دیگر است یعنی این هر دوش فرق کننده است یعنی تاریخ دین نیست فقط همون دین پیدا شویش اومدنش صحابه‌اش و غیره یعنی زندگی نامه تاریخ اونها است وقت زمانی اونها است این دیگر چیز است
این بگیم تاریخ دین است. اگر یگان چیزی از تاریخ دین چاپ کنم تو دین سیتست قرآت اسلام نمیفهمی تو بود تا اویا آتش با تیغ زده یاد دادگی است همون الهام قل هو الله را دیگر نمیدونه گفتم او با ما را یعنی که همین مسئله هایی که میبروید من واقعا بیشتر توپای میبینم ده یک عالم یک دانشمند البته که برای را جواب دادن میروه کتاب میکوه دانشمند میروه تاریخ میکوه دانشمند میروه چیزای لازمی را میکوه تا کجای حقیقت است تا کجا حقیقت نداره بعدا میویا بگم یک صحبت یا یک چیزی علمی یک جواب علمی میتونه که در اوجه بده یعنی هر انسانی که هم پارتی کده گفتی هم گپو رنگ همون بیوای چی برین همون می پریدگی برین پارتی کده پریدن بگیره هر جدا یا که این قرق همون دانش داشتگی شبیه یا این قرق معلوماتی داشتگی شبیه با او بخواه که اسناد بیاره و دلیل بیاره با سری من با همون فهمش عقل خودش و اسناد و دلیل نیست یعنی که همین خیلی چیزا است امروز هم همون خودی زبان ها هم عیناً همین چیز شدگی است امروز همون زبان ها هم لغت ها هم عیناً دوره بگیم همین چیز شدگی است که گفتم که دوتا توپای میشینه یا که نمیدونم بعضی هاش هم یک کتابی که همون منبعی که خودش داره همون بله یک تا منبع را میشه بخونی یعنی اون یک منبع است اگر تو 10 تا 6 تا 5 تا منبع اگر پیدا نکردی در همون اساس یعنی ما یک منبع تا اساس شده نمیتونه اینجا مهمترین چیز است که 5 6 منبع در اون چیز داشته باشی حداقل 3 تا 4 تا منبع داشته باشی که یعنی اسناد بیاره به همون گفته های تو و یک منبع قطعی هیچ وقت ما یک چیز بها دادن نمیتونیم اینه باید ما بدونیم همین خیلی بگیم که همون جوانو بعضی هاش همون یک منبعی که بگیم خیلی از طرف خودشون نوشتگی انسان بیشتر یک تعریف تفسیه درباره خودشون نوشته موندگی چیزه او هم با یگان منبع دیگر تکیه کرده نوشته موندگی همون را میگیرن میگن اینا مداره می را اینا میدونی اینا اینجا نوشتگی است اینا را بخون یا که دای ما برای ما میگن که مثال گیریم همون شاهنامه را بخون شاهنامه را بخون به همش اساس میابی نه شاهنامه به هم اساس شده نمیتونه ایرا راست این نفسی ده یا که نمیدونم تاجیکان را بخون تاجیکان هم به هم اساس شده نمیتونه اون چیزی که اگر که خودی همون ملت با خودش نوشتگی باشه پس در اینجا بگیم که او اساس شده نمیتونه اگر خودی تاجیکان یک خطای می نوشت یک نمیدونم دیگر انسان می نوشت که منبع در دیگر انسان تعلق داره من در اونجا می گفتم که بله البته از دیگر جا منبع را گرفتگی هستن واسه ببیننده عادی ترین چیز من یک چیز تون میارم من میتونم از همینجا خیلی قلقه پریداتل ببرورم و من میتونم در همینجا خیلی قلقه قهرمان ببرورم از روی منبع ها نه پدرنگان حالت سر پاورود گفتی قدم کرمون در سر پاورود چی موندگی است خب ببین از منبع من میتونم قلقه پریداتل ببرورم من میتونم قلقه قهرمان ببرورم مثال از یک منبع من میتونم قلقه زرفروش ببرورم لوبوی چی زر خرید لوبوی چی میتونم ببرورم یک جنگی تلاس چند نمود نوشته شده است یعنی که چند تا نمود داره قلقه همراهی کتاب بدن و بگیم آمدن و چیکار کردن عرب ها قطعی دگواری کردن طرف عرب ها گذاشتن این یک منبع است یکی دیگهش قلقه نیترال نبودن تا اون وقتی که همون بگیم که چیا قطعی گپاشون نپخت عرب ها قطعی این یک منبع دیگه یعنی که بعد چیکار کردن یعنی عرب ها قطعی دگواری کردن مسئله را حل کردن منبع دیگر
منبع دیگه من یک تنه ده ها از همون یک جو مضمون میگیرم میارم. من میتونم بگم که قلق قهرمان بود. من میتونم بگم که قلق پریداتل بود. منبع میگه خیتایی و قطعی آمدن و در بین جنگ تاکتیک را ایواز کردن. منبع میگه که بی‌طرف بدن، از خیتایی یا دولیا میگرفتن و بعدا اومدن عرب ها قطعی دگاوری کردن و طرف عرب ها گذاشتن. یعنی عرب ها بیشتر پول دادن. یعنی ایجاد ستافکا قطعی کار رفته است. تاریخ شناسا هر خیلی را بها دادگی هستند وضعیت و اون منبعهایی که مثال گیریم یا خیلی امروز ازبکستان داره خیلی ازبک ها نوشتگی هستند ما او را اساس دادن نمیتونم. خیلی تاجیک اومد نوشتگی باشه او را هم اساس دادن نمیتونم. سبب چی؟ سبب از همین وریانت ها وریانتی که بخیت چون خوب است او را گرفته نوشتگی هستند. در خیلی همون کتابی تاجیکون هم اگر آزمه بگیرم رزبار کنم استوچنیکوش منبع است که جو گرفتگی است و برم در همون منبع در همون منبع یک مسئله شاید 3-4 نمود نوشته شدگی است از دیگر منبع بکنم. من میتونم که از اون منبع ببرارم تاجیک در اوجه خیانت ببرارم یا قهرمان ببرارم یا نیترال ببرارم یا نمیدونم دیگر چیزی دیگر. یعنی من میتونم که از همون منبع جو درکاریش بگیرم. برای همون وقتی که چیزی که از منبع ها درکاری گرفته میشه و یعنی برای خود فقط گرفته میشه و این دیگر بگیم من امروز خیلی تاریخ قلقه که امروز قلق نوشتگی نیست خودش مثال میگیریم باشه هم که جوی ده هست نوشتگی باشه اما اگر محمود قشقری اگر بگیریم محمود قشقری که خودش قلق بود یعنی ملتش هم زمان قلق بود قراخانی بود تازه یکی از عالم های بگیم همون چی بود. اگر از ما او را هم بگیرم یا که دیگری هاش هم بگیرم یعنی که او را منبعش کمتر است من تمام منبع قلق از دیگر جا میخونم. یعنی یکی از خیتوی میگیرم یکی از عرب میگیرم یکی از هندستان میگیرم یکی از ترکستان میگیرم از گوناگون جایها منبع میگیرم مثل منبع قلق ها خلاص همیدم ما کوشش میکنم که نه تعریف شه بگیرم و نه تنقید شه. حتی که در فیسبوک ما میپرتم چاپ میکنم یعنی اوجا اگر ما میتونم بعضی چیزاشو بگیم که مو فقط طرف شیرینی بخدم باشم و شیرینی شه بگیرم و تلخ شه و ستیله کنم. نه که من چیکار میکنم هر چه عرالش کردم میپرتم که پس مردم را از بیرات کنن خچون بگیرن. یعنی در این حالت ما میتونیم منبع بگیریم. امروز خلق ما را متاسفانه مردم خیلی تاجیکستان هم انمی نمود بگیم جقیدگی هستند. جقیدگیش چی است؟ دو تا کتاب نوشتگی است که در اوجا یگان مینوس نداره. هیچ یگان تاریخ نمیتونه به مینوس باشه. این اولین چیزی که در یادتون بگیرین. فقط پلوس عادی ترین چیز. حاجی من دولت سامانیون و تاریخ سامانیون را اینقدر بگیم همون وایماش میکنن ما در کارش در 3 ساعت پول تحلیل میکنم میبرورم در پشتون میمونم که نه قدر گراندیوز نبود سامانی تقلید کردگی بود. ما از بس که پول نروس و طرفش بگیم آمدنی سامانی رفتنی سامانی همگی بگیم که 90 سال دولت داری کردگی است. هیچ انسان در 90 سال نمیتونه او قدر رزویتی که او چیزی که باشه. سامانی فقط تقلید با دولت های بگیم کچونی نرادو کردن برای چه برای که اینو می اومدن میزدن میگرفتن را شریعت میکردن چونه سامانی پروست بعد از قدرت اومدن یک تقلید کرد با همین و دولتی که جنگ میشه وقتتون میدونین اکانومیکش چی میشه این را همتون میدونین و دولت سامانی هم یعنی که در 90 سال عمرش بگیم همگی 10 سال 12 سال آرام زندگی کردگی است. یعنی آرامی بود مکسیموم 15 سال آرام بود از او زیاد آرام نبود دولت. یعنی در 15 سال نمیتونه این چیزها را رشد کنه. این چیز این منبع هم دروغ است. بین اولی دولت سامانی را خطون از دیگر منبع بدرویم ببینید که میویا کجورا جنگ میکنه قطکیو جنگ میکنه قطکی یعنی پسته یعنی بگیم که رشریت کردن تریتوریا ده جنگ میکنه. سامانی اگون جونا رفته کلچه قلمه قطی بگن که اکای سامانی خوش اومدی بیا اینا دولتی ما را بگی نه و هر یک جنگو شب ببینین چند ساله ها دوام کرده 10 سال 8 سال 7 سال 5 سال
بگیم هر یک منطقه را گرفتن دکو 10-12 سال جنگش دوام که اگه 8 سال 5 سال جنگ کدگی وجده 5 سال 6 سال جده армия тратит чидаги мурдаги экономика рафтаги дар куҷо вақто у инсон фикри развитиро мекард у фикри ки расширият кунад хуб конкретно расширият кард бигем 15 сол где-то 12-15 сол оромӣ буд яъне ки тишина буд баъд аз у обратный отчет сар шид обратный отчет яъне ҳар як замини гирифтагиша боз бигем як каси дигар зада гирифт аз дасти ӯ қисман ва и барои қапида истодани чӣ қадар уҷода ҷанг кард бо 5 сол 4 сол 3 сол 7 сол ҷанг кард серавно қапида натонист замина дод қапида натонист замина дод обратный отчетш ба як гуфти то 99 сола агар то 99 бигирем уже давлати сомониён 125 сол мешаванд не то 112 сол мешаванд то 99 не бисентарак окончательно бигем ки фромӯш шидам давлати сомониён бигем аз забон рафт шояд 99 сол боша яъне обратный отчет ҷангҳо буд обратный отчет ҷангҳо яъне он чизҳое ки ба ҷанг гирифта буд бо ба ҷанг бой додан гирифт ҳеҷ вақт як кас наомад бигӯяд ки сомоние ман ами балха мегирам сомонӣ гуфта боша марҳамат бигӣ мада дар кор нест не сомонӣ уҷа ҷанг кард то ки бигем ки балха зашита кунад натонист ё ки омад гуфт ки сомонӣ мисол қарахониё омадан самарқанда гирифтан самарқанда да як рӯз гирифтан қарахониё қарахониё барои самарқанда гирифтан бигем ки чӣ қадар ҷанг кардан дар уҷа чӣ қадар сомонӣ давлати сомонӣ старатса кард ки самарқанда ната ба қарахониё леки задан гирифтан яъне ин кори якрӯза нест яксола ҷанг нест минимум бигем самарқанда ман аз хотирам рафт хато накунам ё 7 сол ё 5 сол ё 3 сол буд хуласам хеле яъне 3-4 сол самарқанд қати қарахониё қати шапидагӣ ҳастанд ки то ки самарқанда зашита кунанд охир зашита карда натонист тасмим кардан ҳамита бигем дигар шаҳрора ҳамин пайдошавии сомонӣ то гумшавии сомонӣ ямри ҷанг кардагӣ аст яке барои гирифтан яке барои ҳимоя кардан мондан ва бигем охир натониста минтақа ба минтақа қисман давлатҳоро додагӣ аст яъне ҳам заминои худша гирифтагиша удержат карда тонистагӣ нест ҳамин чизҳоро бояд дуруст бифаҳмем дӯстои азизам ҳамватанои қандам ванамо дига мо шумо да мегиран меёран шакархан да меёран мемонанд дар пешомон гуфти ҳамо гапо томи ҷери бар ин аст о зад гирифт зур буд зад илм кард рушд кард дарахт кард хона кард ира кард бача мо 33 солаи мустақил ҳастем мо чо баранав 4 бино сохтаем бо ба тамоми тинҷӣ бо ин қадар кӯмакҳои давлатҳои хориҷӣ ва амрикову аврупову гранту пулу ёрдаму ҳатто ки то афғонистонам ба мо ёрдам додан ки мо 4 бино созем ӯ вақт ҳеч ка ба ҳеч ка ёрдам намекард последний кусок хлеб қати худат меҷангидӣ касе ба ту набуд биёя пулут бита ёрдамат бита грантат бита дом бисоз бига яъне ин чизҳоро бояд мо дуруст ҳал карда битонем дуруст шумо медонед ки аз 7 аср то бигем 12 қариби 13 асра қаллиқ давлат кардагиаст хеле шаҳр сохтагӣ нест барои чӣ барои он ки аҳоли худаш кам буд мегӯн ку 10 миллион аҳолӣ буд ҳамин 10 миллиона тақсим ки чи эрониву тоҷику суғдиву бадахшиву ва ғайраву имрӯза қаллиқ лақай дигар туркода ҳамин осиёи миёнаро ҳамин ҳамаша биги тақсим ки 10 миллион аҳолӣ буд чандтаи мерасид ба қавму қабилаҳо 5000 4000 7000 10000 аҳолӣ мерасид набаид ягон давлате ки миллиони чӣ дошта боша аҳолӣ дошта боша единственный фикр кунам форсда шояд ҳам миллиони аҳолӣ буд давлати бигем ҳаму курушда шояд миллиони аҳолӣ буд захват карда гирифтаги ҷош қати аҳолӣ миллион буд дигар набуд хеле чизо яъне ин қадар войма мекунед
من فکر کنم که ما اصر یک 40,000 دا برسیم که این وایمامون اگر 40,000 تکنولوژیاش بگیریم بمونیم شاید اسپید نکنه ما را اپراد چی کردنده. برای همین دوستای عزیزم بیاین یک حدش قطعی باشه، همین چیز یک حد داشته باشه، یک سرحد داشته باشه. اینقدر هوا بلندی نکنین. وقتش میشه میورن 4 تا سوالتون در پیشتون میمونه که شرمنده دنیا میشین. 2 تا سوال بده که فلان شهر سومانی چند قدر گرفت جنگ کردنده. چی جواب گفته میتونی گفته؟ خب سومانی فلان شهر از دست دادن در فلان اومده گرفت چند قدر گرفت چند سال جنگ کرد قپیده نتونست شهر. چی گفته میتونی؟ ما بودیم، ما ساختیم، ما ایتاریم، ما اوتاریم. نه، ما ریال باید باشیم. همین دروغی خود فریب کن، دروغی آینده فریب کن، دروغی ملت فریب کن، این فایده نداره. این چیز عاقبتش بسیار بگیم که شرمندگی است. ایده ما پره باموزیم بگیم که فلان سال منبع دیگر را بگیریم، نه منبعی که خودمون نوشتن دادن 4 تا. و انسان ها اکثرا برای منفیتی بگیم تاریخ برای منفیت دولتداری نوشته میشه. یک چیز است. اگر که یک منبع بخونی برای همون منفیت دولتداری است. یکی اون چیزی که نوشته دادگی است. همچنان هم دیگر این نه تنها من سومانی، تنها برای تاجیکی گفتم سومانی را گپ زدم، همچنان دیگراش هم اگر که 100 سال 80 سال یا 150 سال اینو دولتداری کردگی هستن این معنی را نداره. این 100 سال دولتداریشون اینو هم اومدن اومد دولت دا یا تصمیم کردن یا شاه شدن یا رازویوات کردن. نه، این دولت هایی که هر دولت که رشریت کردگی است با مایده شدگی است، یعنی از هم اولش که جنگ بود تا آخر بعد اومد و درجت کردن نتونیست اومده بعد آخر در رسپت شد. خودی بخورا را چند قدر کوشش کرد که از قراخانی های ایمین بداره سامانی. حدی اقل آخران کسا که بقپا بیسته همه را هم قپیده تونیسته نتونیست. یعنی چند قدر جنگ کرد. همین خیلی است. وقتی که بگیم همون دولت سامانی هم پیش از او اولش سر میشوه قطعی کگانتی قلقو جنگ میکنه، شهر ترز هم میگیره همراه عربو، اولین مچتا میسوزه در اونجا، بعد میره بالاساغون هم میگیره، سویاب هم میگیره. یعنی این طرف رشیدت میکنه. امروز هم میگن که نیمه قزاقستان دولت سامانی هم بود. چخیل او را گرفت. باید ما ایره ببینیم چند سال ترز قطعی جنگ کرد، چند سال بگیم 3-4 سال بگیم که ترز قطعی جنگ کرد، 3-4-5 سال دیگه بالاساغون قطعی جنگ کرد، سویاب قطعی جنگ کرد، دیگر منطقه قطعی هر یک تایید سال 2 سال 3 سال 4 سال وقت ارمیه تراتید کرد که زمین ها را بگیرن تیمبولی با همراه قطعی عربا هم بدن. قطعی نو که رشیرین اسلام پا بود رشیرین اسلام بگیم بدن. خب بعد بگیم که دیناستیای در همون دولت قلقو دیناستیای واسید کگانت واسید قراخانی اومدن، دیناستی قراخانی شد. بعد یا ابراد نه اچوت کردن با زده تو بخورو رو رفتن گرفتن، جای دوستی کردن جای جنگ کردن. یعنی اگر این چیزا باید درست بآموزیم برای همون این تاریخ آسیای مرکزی با کلی من تدخل داره، چی فارسی چی تاجیکی. اگر تی امروز دشمنی با زبانی من کنی من دشمنی با زبانی تکنم، یا نمیدونم فلان جای تاریخ از من است فستوان جوش است این ایجاش است این چستوانش کستوانش ازی. یعنی این چیز عاقبت اگر ما منبع هایی که برای ما را فقط شیرینش نوشته دادگی است، من حاضر میتونم که از دولت قراخانی بهترین تاریخ شیرین ببرارم بنویسم. فقط 1-4 تا نویسنده در کار است. من میگیرم منبع را جمع میکنم میگم بنویسین دولت قراخانی. یعنی بهترین رازویتی داره، بهترین اکونومیا داشت، بهترین. نه، او زمانو یگان دولت بهترین نبود. ولی که کویتا کسوک میساختن برای اون که همون ما چی داریم موزید تمام همون چند هزار ساله تاریخی باستانی ما خیلی سمرقند و بخارا 2 تا منطقه‌ای که داریم بسیار بیناهای قدیم دارن. میبخشین در اینجا نه تنها یک فارس این بیناها را ساختگی است یا نه تنها ترک، فقط اینجا یک همون سمرقند بخارا 2 تا که منطقه بود. ما برای چی میگم مادر آسیا این 2 منطقه را برای چی میگم مادر آسیا؟ برای اینکه این منطقه ها
واقعی بگیم فقط همین هر انسانی که ایجا را میگرفت و بگیم که ایجا در چی میسوخت، یعنی عیناً همیجا میسوخت، یک چی در همیجا میسوخت. اینجا همون تیموری هم سوختگی است، منگول هم سوختگی است، منقوط هم سوختگی است، توجیک هم سوختگی است، نمیدونم دیگر فارس هم سوختگی است، ترک هم، هر کسی که این منطقه ها اومد اپراولیت کردن در سمرقند سوختگی است. میدونیم برای چی؟ بیایم عادی ترین مثال میارم. کوچه ببروین در یک لوی راه یک 3 پاکت موسورکا پرتوین در اونجا 3-4 دونه و ای دور بشینه نابلودات کرده بیستین، بعد 1-2 ساعت بعد کن اونجا ده 3 تا موسور نه 30 تا موسور میشوه. برای چی؟ برای اینکه آدما میبینن که یک جدا یک چی است، او هم کوشش میکنه که اونجا بگیم اون انا چیکنه پرتوی. برای همون که وقتی که سمرقند نمیدونم یک کمی بگیم که همون بیناها داشتن، یک بگیم همون کلتور کمتر، همون هر انسان که یک کلتور خیلی مونده بود، هر آدم می اومد همونجا میسوخت. دیگر جا را ببینید اینقدر بگیم استپی کلان، اینقدر امروزه تاجیکستان و دیگر برای چی این مینه همین основной 2 تا 3 تا جایها دا بگیم که بیناها هستند، یعنی چیزهای تاریخی، بیناهای تاریخی چیز هستند. سبب که هر یک زوایوت می اومد میدید سمرقند بخارا 2 تا 3 تا بینا داره، با میخواست که یک تاییدیه از او دا زیباتر، از او دا خوبتر ارکیتکتر پیدا کنه بسازه. خلاص. چرا ما از یک بگیم که شهرهای مثل سمرقند و بخارا از خودی که جایهایی که سامانی گرفتگی جایها را در تاریخش از تعریفش چی با در اون جای خیلی شهرها نمیبینیم اگر او قدر رزویتی کرده باشه؟ هممون میایم همون گفت که همون گفت سمرقند و بخارا را مثال میاریم. سمرقند بخارا تعلق نداره به یگان ملت. سمرقند بخارا مادر کل ملت است، کلی نمی آسیا هست، میفهمید؟ کل آسیا هست. سمرقند بخارا مادر کل آسیا هست که در اینجا نمیدونم تمام ملت، تمام زوایوتی که اومدگی است، قراخانی ها هستند، تمام نیمینه قزاقستان بگیم تا التای قلقا تمام جا را بگیم زمین داشتن که اومدن در سمرقند بخارا باز بینا ساختن. یعنی همین خیلی بینا را در اونجا نساختن. برای چی؟ برای اینکه بازم در بر بیناها اینا خواستن مقایسه کنند که یعنی ارکیتکتورای خودشون، یعنی اینا هم میتونن چیزی بسازن، یعنی ولاژیت کردن. پروست عادی است چیز. لوگیک را ببینید خلاصاتون رو ببرید. برای همون جنگ کردن زبان ها این نادرست است. امروزه کاری که امام علی میکنه اینم نادرست است. یعنی خیلی منطقه ها قطعی، نام ها قطعی جنگ کردن. خیلی بگیرین تکده کمومن مردم قرار ببرورین اوتا نگن، اوچا نگن، این کلمه ترکی است. قروت نگن، کلمه ترکی است. چلاو نگن، کلمه ترکی است. ما اگر میگیم که هزارها مثال های دیگر میاریم که این کلمه های ترکی است. بیاین تکده ترکو هم زپرت مونیم اکثر کلمه هایی که استفاده میبرن کلمه فارسی است یا هم استفاده نبرن. پس ما امروز باید جنگ کنیم بالای کلمه که از کی است، از کی برآمد. یا که مثل همون 2 مردیکوری که در روسیه ششتگی هر دشم عروبه کشیدست یا شکاتور زدستن، میشینن میگن ابو علی ابن سینا از ما بودیش، میگه ابو علی ابن سینا از ما بود. یعنی ببین فایدهش در هر ده چی است که ده انسانی که در زندگی تاریخ نخوندین، از بیسوادیتون عروبه کش یا شکاتور چکشیدین یا از نمیدونم نداشتن همون شرایطی وطنتون همه احوال اومدین زدین. شما در چی کشاکش کردن ابو علی ابن سینا از کی بود؟ چی است؟ شما یگان اثباتی تاریخی کرده میتونین ایران؟ نه، اثباتی نقلی قطعی. این از توپایی کردن ملت در این درجه میبرن میرسونن. فهمیدین دوستای عزیزم؟ قربانی چهار نگلازتون. برای اما امام علی رحمان و یا حکومت داروی که هستین، شما توی قدر گوساله نشین، توی قدر بران نشین، نرین. امام علی رحمان تو امروز اوچه میگه یا اوتا میگه. همه خلاص؟ یا که همون اطرافیاتون همتون همون دیپوتاتو همتون فرزنداتون و تو چه میگم و تصمیم میگیره دیگر شما این کلمه ترکی را واسه استفاده میبرین. یا نمیدونم امروز برومادیان میگن اوش از کی است، اوش از فلانی است، اوش از فارس است، اوش از ترک است، این است، این است، این است. برادر عزیز شاید یگان مشکلی نداره چی از این است چی از این است، اما هر که بازم دیزاین خدا کرد، هر که بازم فکوسی خدا کرد، هر که بازم ایلاوه های خدا کرد، یعنی که
هر انسان باز طرز تیار کردنی شاید برنج اولین اصل انسانو یعنی که کاری دا باشد در اصل برنج اصل از خیتای است نه از تاجیک است نه از ازبک است نه از فارس است نه از ترک است برنج اصل از خیتای است اینا طرز شنوندنش بعداً بگیم که طرفای بگیم که زمین ماهون همون ترگول پوچی قطعی اومد و بگیم که این چیزا را کردن دمو بگیم شنوندن این برنج اگر بگیریم اولین بار این از خیتای است اینا استیصال میکردن میبروردن اینا بعد آوردن بعد پس پینا بگیم که فرزمین جایی که بگیم آوی جایی ایجاده بگیم اسپیتات کردن شیدی کار پس تمام این دیگر ولوی باید ما جنگ جنجال کنیم که اول از کی بود آش از کی بود خب ریسپت آشی اولی بنشینو را دارن یگانتد نه نداره یا ریسپت آشی فلانی را داره نه این ریسپت ها پس بعدا بگیم که کتاب شدن نوشته شدن که چیکار کنن این مسئله بسیار چقدر هستند دوستای عزیزم просто که ما نباید تو پایشیم بریم یک منبع قطعی نمیدونم از من است از منی تو سرودی همه تاجیکستان از منی گفته امام علی خچه لرزوندستگی برین همین احوال در نزنین عاقبت بینمون کنفلیکت میشه من ریال نمیگم اگر همین تو پای رفتن بگیره عاقبت بینمون کنفلیکت میشه برای نه کمتر از شما دیگر انسان هم با برابر شما بعضیاش زیاد از شما بعضیاش کمتر از شما هیستوری چه دارن یعنی غرد بگیم که همون توپای بدن همون بگیم رنگونه و کومنتاتور برین حیوان بدن این عاقبت قلمفره در کنوتون میشه که چی ازبک باشه چی تاجیک باشه چی نمیدونم فارس باشه چی ترک باشه اگر همه خیل اگر یک روی و همه خیل در ببینین امروز باید اگر یک امروز اگر یک قلمچه یافت شود یک قلم مثال تاریخی باشه در اسلیدونی باید تاجیک امروز نام دارن تاجیک ازبک قزاق قرغیز بگیم که باید انسانهایی که دعوا میکنن مرکزی باید ترکمان باید بیان اشتراک کنن باید او را باموزن لابراتوریا در این مسئله که مثال قفا مونده میره برین گریبان امام علی را بقپین چرا ما لابراتوریا نداریم چرا ما اسلیدونی سنتر نداریم چرا ما داشته باشیم این چیز رازویتی نکرده است چی از در اونجا 4 تا مسافه شنونده موندین از کتاب لیلین با ما تاریخ گفتیسته توزیره تا نخرین در کاری تا یگان چی نویگری کردی ما داریم اسلیدونی ما داریم سنتر ما داریم نаука ما داریم تکنیکا تکنولوژیا کنی جوانای ما کنی هیستوریکای ما کجا خوندی تو من بچه همی جوغا خوندم نمی لیلی نخوندم خلاص تو نخرین تو در کاری اوجه تمام وقتت گذشت زمانی لیلی نیست زمانی تکنیکا تکنولوژیا اسلیدونی گفتی همو گپو لابراتوریا گنتیکا دیگر تکنیکا اومد کنی ما نداریم این چیزا پس گریبان امام علی را بقپین شما نمیتونین امروزه تکنیکا قطعی امروزه تکنولوژیا قطعی با کتاب لیلین مبارزه برین میفهمی نمیره вот проблема اصلی در کجاست نمیتونیم ما امروزه قدر لابراتوریا گنتیکا اینقدر تکنولوژیا برآمدگی است که ما حالا هم کتاب لیلین قطعی با دنیا بحث داریم که ما بزرگیم یا نمیدونم کتاب بابا جون غفور قطعی کتاب تاجیکان قطعی ما بزرگیم بچه یک اساس یک جوان میگیره نام کتاب تاجیکان تا 0% میکنه پرتای از بالای تاریخ میگیره از منبعایی که همون نوشتهش دیگه است میگیره میاره اسلید بود میکنه میبره 0 میکنه پرتای دتین میشه من ریال نمیگم من میتونم که نمی سومونی را تمام تاریخ که وای ما کداگیتونه بگیرم دتین کنم مونم هر یک جنگ شه میگیرم میارم سولوش قطعی نم قدر جنگو میارم در پیشت میمونم برادر عزیز 90 سال دولتداری سومونی 80 سالش با جنگ گذشتگی است 75 سالش با جنگ گذشتگی است 15 سال دای چیکار کرده تو نیست مرحمت سوال بده جواب چند مبلغ چند ارمیا تراتید کرد در جنگو برای گرفتن فهمیدین دوستای عزیزم برای ما یک
ایدئولوژی فاشیسم نشین. این عاقبت همون چیزی شما ایدئولوژی فاشیسم دا میبرم میرسون. فهمیدین دوستی عزیزم؟ خرمانی چورنی گلازتون من برای هم گفتم که تاریخ خوندی حل کرده بتونی، هضم کرده بتونی مغزی سرت. اگر هضم کرده نتونستی ترا فاشیست میکنه تاریخ. امروز اونمو کتابی کمونیسم تاجیکی امروز اونمو مردم فاشیست کردگی است بردگی. یا که کتابی کمونیسم ازبکی مردم هم خیلی کریم فاشیست کرده بود که تمامی که اگر کنکریت نگه بزنم سوخت سمرقند بخورا بودند نه تاجیک وجود داشت نه ازبک وجود داشت. یعنی قدیم ترین پارسی های نمیو هستند. پارسی های قدیم یعنی زمینش و ملتش پارسی های قدیم همیو هستند. ترکی های قدیم این قلقا هستند که در تاجیکستان هستند. نه ازبکت وجود داشت نه قزاقت نه قرغزت در تاریخ قلق وجود داره. خب قدیمش است. امروز اوجش قطعی یوش جنگ کردیسته ایجش قطعی یو جنگ کردیسته بود که جوشیده ایستوده. یعنی همون ایدئولوژی لنینیسم کریم گرفته این هم طریق کرده بود که او ما ازبکویم باید اینجا تاجیکو را مزاچومارید کنیم یا значит چیه میفهمه. این ایده استالینیسم دا دادنش دوستای عزیز. بوموزین تاریخ نو کنین. تاریخ نباید در یک جا بیسته. تاریخ باید ایلوه شوه ایلوه شوه ایلوه شوه ایلوه شوه ایلوه شوه. همه وقت باید تاریخ بوموزی کمترین نقطه شد. نباید از تاریخ ما خلق فاشیست کنیم. از تاریخ ما باید بوموزیم اشتباه پیشروی دیگر میفهمی؟ من امورا میگم که از ما هفتم عصر میگیریم تا 13 عصر دولت قلقو کلاگیش به جنگ گذشتگی است. کلاگیش به جنگ بود. میفهمی؟ 7 8 9 10 11 12 قریب تا 13 5 عصر دولت کردگی هستند. 5 عصر 500 سال دولت دار کلاگیش به جنگ بود. ولی کجا رسه 90 سال دولت داری سامونید کلاگیش به جنگ بود. ایسه میزدن اوسه میزدن ایسه کشود میکردن ایسه را میگرفتن ایسه یک کس دیگه میومد ایشه میزد میگرفت ایسه را میگرفتن ایسه را میگرفت خلاص. چنگیزخان است. تمام اینی دنیا را چنگیزخان گرفت اومد در سمرقند و بخارا میناره ها و مقبره چیا ساخته بگیم. برای چی در دیگه جا نساخت. میگم که پروست همون یک پسیخولوژیا بوده ای چیز. значит همینجا خانه هست بنا هست باید در برش یک بنا بسازی. ببین یک آدم برود در یک جا یک خانه کنه یک مهلت بعد در برش چند آدم دیگه یک خانه میکنه. سبب چی است؟ سبب پروست یک آدم خانه کرد значит можно жить значит اینجا چی است میرود در همونجا خانه میکنه. سمرقند بخارا از بس که بگیم همین چیز در رفت اصل ابرز حیات داشتن یا که سوخت بگیم خصوصا در اینجا چیکار کردن. در اینجا همین چیزا منگول هم اومد در اینجا حصه خیچه گذاشت. مغول هم اومد گذاشت. ترک هم اومد گذاشت. فارس هم اومد گذاشت. هر یک بیناها با یک انسان یعنی خیلی قلقا هم در یک آنجا خیلی بینای کلان نساختگی اومدن در سمرقند و بخارا بینای کلان ساختن. خیلی دولت قراخانی را ببینید امروز هم از بیناهاشون چقدر بینای بزرگ ساختن. برای چی همه بینا را 5 عصر قریب اینه علمات جایی که بگیم تراز جایی که بگیم که چوب اینه منطقه قرغیزستان نه ایشخکول نه جا داشتن. چرا جا نساختن خیلی بینا را؟ خیلی بینای بزرگ حشمات نساختن. ساختن بینای مایده بود که از بین رفتن. یعنی نه خیلی بینای مستحکم نساختن. برای چی؟ برای اینکه ایجاد باید میساختن. برای ایجاد بود پسیخیکی میکشید انسان هم میوه قربانی چشم آدم وطنم. برای همو این سمرقند بخارا مادر آسیای میانه است. این نه تعلق با این ملت داره نه با تعلق ملتی پیدا شدگی. تعلق با همه داره. همه ما باید احترام کنیم. همه ما امروز هم باید برای ساختن بیناهای سمرقند باید مبلغ جدا کنیم.
мо имрӯз барои намедонам обод нигоҳ доштан бояд Самарқанду Бухоро бояд чи Тоҷикистон, чи Қазоқистон, чи Қирғизистон, чи Ӯзбекистон, чи Туркманистон фарқ надорад. Ҳар инсоно бояд мо солона маблағ ҷудо кунем барои развитии бехатарӣ ва развитии ин Самарқанду Бухоро, барое ки ин модари Осиёи Миёна аст. Ва ман садборҳо мегӯям ин ду минтақара статуси независиме битем. Ягон давлат дар болои командовать карда натонад. ин модари Осиёи Миёна аст. Самарқанд, Бухоро. Дар инҷа бояд мо суди аз Осиёи Миёна ва парлумони Осиёи Миёна созем. он вақт бигем ки дига хел мешавад. Набоша ҳоле ҳам бигем ки ду мардикор мешина дар мардикор бозор, ҳар дошон баъд сар мекунанд. Самарқанд аз мо аст. Бо иша мега ки ёк Самарқанд биздики. ҳар душ мардикоранд. ду мардикор Самарқанд чӣ дар кор аст? Майрон. Зинда бош ҳамватанам. Падруд то падрудҳои дигар. Агар каме барои инсонҳо фаҳмо боша ин чизо, аз ин чиз агар дарс бигирен, як бифаҳмен, дарк карда битонен, дар вақти ягон ҷо ҳавои гап задан, ман хеле хурсанд ҳастам. Ва агар даркам накунем, ба ҳар ҳол ман фикру назари худам ҳамчун қаллақ гуфтам. На тоҷик, на ӯзбек, на қазоқ, на қирғиз. Қаллақ. Саломат бош. Падруд то ба дурудҳои дигар.